به نام خدا. سلام دوستان عزیز، من هامان هخامنش هستم. خوش اومدید به یه ویدیو آنباکسینگ دیگه. امروز با هم یه محصول صنعتی و بسیار کاربردی رو بررسی میکنیم به نام خازن خشک اصلاح ضریب توان از برند الکتریشنز ساخت کشور چین با ظرفیت 30 کیلووار و ولتاژ کاری 440 ولت. قبل از اینکه بریم سراغ آنباکسینگ، یک معرفی خیلی کوتاه از شرکت الکتریشنز داشته باشیم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم. این شرکت تو سال 2010 تأسیس شد و یکی از بزرگترین تولید کنندگان خازن‌های صنعتی در کشور چین هست. علاوه بر خازن، محصولات متنوع دیگری از جمله انواع کلی، کنتاکتور، فیوز، رله، ترانسفورماتور و کنترل دور موتور رو به بازار عرضه میکنه. محصولات این شرکت دارای گواهینامه‌های بین‌المللی معتبر مثل سی اروپا، یوول آمریکا، VDE آلمان، چزی ایتالیا، کمای هلند و SG انگلستان هستند و همچنین به بیش از 70 کشور جهان صادر می شوند. خب بریم سراغ محصول. همونطور که میبینید روی جعبه برچسب مشخصاتی وجود داره که با هم بررسی میکنیم. از قسمت بالا نام برند که الکتریشنز هست، نام محصول، خازن سه‌فاز اصلاح ضریب توان فشار ضعیف، مدل خازن EMKPC، نوع و ساختار خازن که سیلندری هست، ظرفیت توان 30 کیلووار، ولتاژ 440 ولت، فرکانس 50 هرتز، ظرفیت خازنی 3 ضرب در 165 ممیز 42 میکروفاراد، ابعاد 96 در 290 میلیمتر و کد سفارش آورده شده. حالا بریم سراغ باز کردن جعبه. همونطور که میبینید جعبه خازن مقوایی و ضخیمه که کاملا محکم، مقاوم و صنعتی طراحی شده که از آسیب دیدن خازن در حمل و نقل جلوگیری میکنه. در رو باز میکنیم و جالبه که خود خازن هم داخل یه محفظه مقوایی دیگه قرار داده و این بسته‌بندی واقعا عالیه. خب این هم خود خازن. همونطور که میبینید خازن بدنه آلومینیومی داره که با مقاومت بالا ساخته شده و این نوع بدنه دفع حرارتی خیلی خوبی هم داره و همچنین وزن سبکی هم داره. ترمینال های اتصال هم طراحی ایمنی دارن تا نصب راحت‌تر و مطمئن‌تر انجام بشه و در پایین خازن هم پیچ و مهره‌ها قرار داره که برای نصب خازن روی سازه تابلو و همچنین ارت اون استفاده میشه. روی بدنه خازن برچسب مشخصات فنی کامل درج شده که با همون رو بررسی میکنیم. خب قسمت اول در بالای برچسب لوگو شرکت الکتریشنز دیده میشه. در قسمت دوم مدل EMKPC، ظرفیت توان 30 کیلووار، ولتاژ نامی 440 ولت AC. در قسمت سوم یک جدولی وجود داره که شرایط کاری خازن در ولتاژهای مختلف رو به ما نشون میده. در اینجا مشخصه هایی از دبیل QN توان نامی، IN جریان نامی، UN ولتاژ نامی، FN فرکانس نامی در خازن آورده شده. به طور کلی منظورش این هست در ولتاژ 440 ولت و فرکانس 50 هرتز خازن توان 30 کیلووار رو با جریان 39.4 آمپر به ما میده. همچنین در ولتاژ 415 ولت و فرکانس 50 هرتز خازن توان 26.7 کیلووار رو با جریان 37.2 آمپر به ما میده و همچنین در ولتاژ 400 ولت و فرکانس 50 هرتز خازن توان 25.1 کیلووار رو با جریان 35.8 آمپر به ما میده. همونطور که میبینید هرچه ولتاژ پایین میاد توان خازن و جریاندهی اون هم کمتر میشه. در قسمت چهارم UA یا ولتاژ عایقی که نوشته شده 5/12 کیلوولت که عدد اول یعنی عایق داخلی خازن میتونه ولتاژهایی تا 5 کیلوولت رو به صورت مداوم تحمل کنه
و عدد دوم یعنی آیر داخلی خازن میتونه در برابر ولتاژهای گذرای ناگهانی ضربه تا 12 کیلوولت بدون آسیب مقاومت کنه، بدون اینکه دچار شکست آیری بشه. این عدد بسیار مهمه چون نشون دهنده ایمنی و کیفیت ساخت آیر داخلی خازنه، به خصوص در محیط‌هایی که نوسانات یا اضافه ولتاژهای ناگهانی وجود داره. کاپاسیتانس تولرانس یا تلورانس ظرفیت خازنی که همون دامنه تغییرات مجاز ظرفیت خازنی هستش که از -5% تا -10% ظرفیت واقعیه و کاملا مطابق استاندارد IEC هست. تایپ درای نان PCB یا نوع ساختار خازن که خشک سیلندری هست و طبق کاتالوگ با فیلم پلی پروپیلن متالایز شده ساخته شده که باعث افزایش طول عمر خازن میشه. مواد دی‌الکتریک به کار رفته داخل خازن فاقد PCB و هر گونه مواد مضر هست و سازگار با محیط زیست. اما PCB چیه؟ PCB مخفف پلی کلور بیفینین هست که نوعی مایع دی‌الکتریک آیر قدیمی هست که به شدت ماده سرطانزاست که در گذشته در داخل خازن‌ها و ترانسفورماتورها استفاده می‌شده اما در این خازن استفاده نشده. پروتکشن کلاس یا کلاس حفاظتی IP20 مناسب برای محیط‌های صنعتی بسته. هیومیدیتی یا میزان رطوبت نسبی در هنگام کار 95% RH که یعنی این خازن میتونه در محیط‌هایی با رطوبت بالا تا 95% کار کنه، اما نباید به طور مستقیم در معرض آب یا قطرات باران باشه چون درجه حفاظتی اون IP20 هست، پس باید در داخل تابلو نصب بشه. RH هم منظور ریلیتیو هیومیدیتی یعنی رطوبت نسبی هست. تمپریچر یا کلاس دمایی. همونطور که مشخص شده این خازن میتونه از دمای -25 تا -60 درجه سانتیگراد به راحتی کار کنه. این دما یعنی کلاس دی در استاندارد. کلاس دی طبق استاندارد تا دمای 55 درجه سانتیگراد هست، ولی این محصول میتونه در دمایی تا 60 درجه هم به راحتی کار بکنه، یعنی چیزی بالاتر از استاندارد. کانکشن یا نحوه اتصال به صورت دلتا یا مثلث هست. قسمت پنجم کوشن یا احتیاط هست که نوشته شده قبل از لمس و تماس با خازن حتما از دشارژ و تخلیه اون مطمئن بشید چون ممکنه حتی پس از قطع برق در خازن ولتاژ خطرناک ذخیره باشه. قسمت ششم اوورپرشر دیسکانکتور یا سیستم قطع فشار بیش از حد. این عنوان یعنی این خازن دارای سیستم ایمنی قطع فشار بیش از حد داخلی هست. این سیستم ایمنی به صورت خودکار عمل میکنه و داخل خازن قرار داره تا در صورتی که فشار داخلی خازن بیش از حد مجاز بشه اتصال الکتریکی خازن رو از مدار قطع کنه. حالا این فشار چی میتونه باشه؟ خب اگر مشکلی مثل گرم شدن بیش از حد، اضافه ولتاژ یا خرابی دی‌الکتریک پیش بیاد، فشار گازهای داخلی ممکنه افزایش پیدا کنه و اگر این فشار کنترل نشه میتونه منجر به انفجار یا آتش سوزی بشه. اما موقع مشکل ظاهر خازن چطوری میشه در زمان قطع سیستم؟ وقتی فشار داخلی از یک حد مشخصی بیشتر بشه، بدنه خازن طوری طراحی شده که درپوش یا قسمت بالایی کمی بالا میاد، البته بدون ترکیدن، و اتصالات داخلی خازن به صورت مکانیکی قطع میشن. خب، موارد بعدی که اینجا داریم کد سفارش و کد کارخونه هست که بر اساس هر سازنده متفاوت است. و بعدیش استانداردهای ساخت خازن، استانداردهای IEC 60831-1 و 2، EN 60831-1 و 2 و VDE 0560-46 و 47. IEC علامت سازمان بین‌المللی استانداردسازی در زمینه الکتریک و الکترونیک، EN علامت استاندارد رسمی اتحادیه اروپا، VDE علامت استاندارد رسمی کشور آلمان هست. حالا چرا سازنده این استانداردها رو روی برچسب زده؟ برای اینکه به اروپا و آلمان صادرات انجام میده. اما علائم ثبت شده بر روی خازن، علامت CE که نشون میده این خازن تاییدیه سازگاری محصول با الزامات ایمنی، سلامت و حفاظت از محیط زیست اتحادیه اروپا رو داره،
علامت مثلث یا دلتا که نشون میده اتصال این خازن به صورت مثلث هست، علامت مقاومت یا دیسچارج رزیستور که نشون میده این خازن مقاومت تخلیه داخلی داره و این مقاومت بعد از قطع برق ولتاژ باقی مونده داخل خازن رو به تدریج تخلیه میکنه تا برای شبکه مشکل ایجاد نشه و خطر برق گرفتگی هم نباشه. این مقاومت ها به صورت موازی با خازن نصب میشن. علامت مستطیل با شعله یا سلف هیلینگ که نشون میده این خازن دارای خاصیت خودترمیمی هست، یعنی در صورت ایجاد خرابی جزئی مثل جرقه در دیالکتریک خودش آسیب رو ترمیم میکنه و به عملکرد نرمالش ادامه میده و نیازی به تعویض فوری خازن نیست. علامت بازیافت یا ریسایکل که نشون میده بعضی قسمت‌های این خازن قابل بازیافت هستن و باید در زمان دور ریختن طبق ضوابط محیط زیستی اقدام بشه. و علامت بعدی علامت QR کده که لینک به وبسایت شرکت سازنده است و اطلاعات مفیدی رو در اونجا میتونید پیدا بکنید. در پایان هم اگر دنبال خازن اقتصادی با کیفیت بسیار بالا و گارانتی بدون قید و شرط برای پروژه‌های خودتون هستید، خازن‌های الکتریشنز بهترین گزینه بازار است. ممنونم که همراه بودید. اگر سوالی داشتید تو کامنت ها بنویسید. تا ویدیو بعدی، بدرود.